اندیوان رو بردم درک بلاکو پشتر برای پشتر برای اضافه نمانی چور بابا از من نیست اومد خبر دیگه پیش نبیا بگو همیشه تو موتور قطعا انتقال بده بگی چه بگی نبوده خبر هستیم فرق تبه کجا هستی بشین دیگه بسترش کن واقعا ما که این امروز دیدم خودم شاهد چندین صحنه لوبالی ها بودم که واقعا که در شهر گشت گذار مشکل بود. حالا ما اینجا دیدم با چشم سر واقعا فهمیدم که ما نیروی امنیتی بسیار بسیار همتر صادق داریم. وقتی این کار ما میتونیم دقیق گفته که نیروی امنیتی هم صادق به وظیفه خود باشه. اگر به وظیفه خود صادق بود صادقانه کار کرد پشت ترس حراس نمیگرده دیگه. واقعا قانون تطبیق میکنه و قانون به شکل اصلیش تطبیق میکنه. حالا ما که اینجا دیدم واقعا یک وجد حال گرفتم گفتم دستای اینا رو ما باید ببوسم. تطبیق قانون و حفظ امنیت مسئولیت مردم و مسئولیت دولت است. امروز بعض مردم بسیار اذیت شدن و در این زمان سربازی که برای حفظ ناموس ملی ما هر لحظه قربانی میتا او را شهید کردن. بنان قابل تحمل نیست و بنان اینا باید هر کس که امنیت ما را خراب میسه باید سرکوب شود. هر کسی که کاری ملی اردو والا این مردم را گرفته بستهش کرده قطع موتورش عادت افتخار ما گپ زدن نمیتونیم از خوشی. زنده باد نیروی امنیتی. ما بسیار خوش هستیم نیروی امنیتی خودی که به خاطر مردم خود برآمد، به خاطر دفاع مردم خود. برو بانش برک پلنگ ویش که بگم هر کسی می سر صدا کرد برو بخیر حرکت کن خودت هم حرکت برو نفر ممکن حرکت جنگ نکنی بعد از سوار ادامه نه ما خودم آمدیم که بیرون حرکت کن حرکت برو
برو بیادر برو برو ببر شو عکس پارچه بگیر رخصت شو